الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان تقاضا کردن در مورد موسیقی و حکم موسیقی کمی وضاحت کرده بشه. دوستان دقت بکنین، بعضی از مسائل در ما بین اهل سنت، در ما بین چهار مذهب اهل سنت، بنابر اجتهاد بعضی از علما تفاوت رأی وجود داره و هر کدوم هم در جای خودش قابل قبول و قابل این هست که نزد الله تعالی به او ثواب داده بشه. این بحث جداگانه است. اما بعضی از مسائل در ما بین مذاهب اربعه اهل سنت چنانند که به اونا مسائل اجماعی گفته میشه. یعنی اینکه چهار مذهب اهل سنت، امامان چهار مذهب اهل سنت نسبت به بعضی از موارد همگی یک فتوا دادن. یعنی اختلافی فی ما بین اصلا وجود نداره. اینه میگن مسائل اجماعی اهل سنت. آیه 114 115 سوره نساء را شما بریم بخوانین. در همون آیه قرآن الله متعال اون اشخاصی که در مسائل اجماعی از این طریقه امت محمد صلی الله علیه و اونا خارج شدن، الله متعال به اونا وعده بسیار سختی داده. مسلمان برادران گرامی، حالا این بحث موسیقی از اون گونه مواردی هست که در مابین چهار مذهب اهل سنت و الجماعت، یعنی امامان چهار مذهب اهل سنت و الجماعت نسبت به حرمت اون و حرام بودن اون اجماع کردن. این یعنی چیزی نیست که ما بین اون علمایی که به نسبت مذاهب اربعه مقید هستن تفاوت رأی وجود داشته باشه. اصلا تفاوت رأی در این مورد وجود نداره. لازم بحث اجماعی اهل سنت. موسیقی از هر نوعش، دوتارش باشه، گیتارش باشه، یا همون قجق ترکمنیش باشه، حالا اون آکاردیون، هر گونه‌ای که باشه فرقی نمیکنه. همه اینها به نسبت حکم اون هیچ فرقی با همدیگر ندارن. در حدیث ما داریم نبی خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، حدیث بسیار مشهوریه، در خیلی از کتاب‌های اهل سنت هم آمده، در کتاب‌های حدیثی اهل سنت در خیلی از کتاب آمده. نبی خدا فرمودن الغنا ينبت النفاق فی القلب. فرمودن که غنا، ساز موسیقی، همچنان که آب سبز را میرویاند، همچنان که آب چطور زمین مرده را زنده میکنه، همین طور همین ساز موسیقی در دل انسان نفاق و منافقیت را به وجود میاره و پرورش میده. لذا با بودن چنین احادیثی دوستان عزیزان گرامی نسبت به این موضوع ما باید خیلی سفت و محکم باشیم. ما چه نیازی به ساز موسیقی داریم؟ این جایگزین های بسیار خوب اسلامی ما نسبت به موارد داریم. قرآن بهترین کلام خداست. قرآن بهترین کلامه، با بهترین صوتا و بهترین نوع خوانده شده. ما را میتونه به راحتی یعنی جایگزین چنین موارد خلاف شرعی باشه. سرودهای اسلامی ما داریم با آهات بسیار قشنگ خوانده میشه. دوستانی هستن که سرودهایی میخوانن واقعا ایمان انسان را منور میکنه، قلب انسان انشراح میده. بسیار مواردی که میتونه ما را به نسبت موارد اخلاقی و ادبی به ما چیزهای بسیاری را یاد بده. لذا بهتر و بلکه اصل اینه که کلا ساز و موسیقی از هر نوعی که باشه اینا لازمه که از زندگی ما کلا دور کرده بشه و به جای اون قرآن و سرودهای اسلامی جایگزین بشه. ما هیچ نیازی به ساز موسیقی حرام در زندگی خود نداریم. جایگزین اون بهترین جایگزین را ما داریم. حتی در حدیث آمده نبی خدا صلی الله علیه و آله از جایی داشتن گذر میکردن، صدای نی را شنیدن. یعنی اینکه دوتاری نبوده، گیتاری نبوده، آکاردیونی نبوده، هیچ چیزی نبوده، فقط نی، کمی نی میزنن. بعضن صدای نی را شنیدن. نبی خدا میگه در اینجا در روایت آمده که نبی خدا دو تا انگشتان خود در گوش مبارک، در دو گوش مبارک فرو کردن. وقت به وقت میپرسیدن آیا صدای رو شنیده میشه؟ صحابه گفتن بله. دورتر رفتن شنیده میشه؟ بله. دورتر رفتن شنیده میشه؟ بله. تا نهایتا گفتن یا رسول الله دیگه شنیده نمیشه. نهایتا نبی خدا صلی الله علیه و آله انگشتان را از گوش مبارک بیرون آوردن. شما دقت بکنید چقدر نبی خدا صلی الله علیه و آله نسبت به موارد یعنی واقعا چقدر عالی. یعنی هم از نظر قولی نبی خدا امت خدا نسبت به موارد که با فرمودن الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت المعذر وضاحت کردن که در دل مسلمان نفاق را به وجود میاره ساز موسیقی، همینطور عملی همین را نشان دادن که همین نی هم چنان چیزیه که نبی خدا دو تا انگشت خود را بر گوشهای خود فرو بردن و عملا هم این را نشان دادن که شنیدن چنین چیزهایی اصلا درست نیست. عزیزان حالا نسبت به این موضوع ما ببین دقت بکنید دوستان، ما در ما بین اهل سنت مبلغین بسیار خوبی داریم، بسیار مؤثرن،
بسیار صریح میگویند، بسیار یعنی خوش زبانن، خوش بیانن، ولی مسائل فتوا را از هر مبلغ دینی نباید گرفت. نه از من بگیرید، نه از هر مبلغی. در ما بین اهل سنت در بلوچستان ما، در خراسان ما، دارالافتاها ما داریم، هیئت فتوا ما در دیگر نقاط اهل سنت داریم. به نسبت حرمت و حلت، حلال یا حرام یا جایز یا ناجایز بودن مسائل شرعی خودمون را، خصوصا به نسبت این گونه موارد، از هر مبلغ دینی ما نباید قبول بکنیم. احترامشون بجا، مؤثر بودنشون در جامعه بجا، بسیار زحمت‌های خوبی میکشن، اما فتوا را به نسبت این گونه مسائل از دارالافتاها و از هیئت‌های فتوا باید پرسید. قول هر مبلغ دینی ولو اینکه با تمام محبوبیتی که در مابین مردم داره، نسبت به این موضوع ها اصلا قابل قبول نیست. اون اشخاصی که، اون علمایی که به نسبت 4 مذهب اهل سنت مقید هستند، هرگز به نسبت این گونه موسیقی ها یا با شعار موسیقی نرم، چون من بعضا یه سخنرانی شنیدم حالا به نسبت موسیقی نرم حالا یک جوازی، نه خیر آقا. اون اشخاصی که به نسبت مذاهب اربعه اهل سنت مقید هستند، هرگز چنین چیزی را فتوا نمیدن. چه بسا ما در شهر داریم بعضی از موارد هستن که جایزن، منتها اگر بر این مورد جایز انگشت گذاشته بشه و فتوا داده بشه، این اون طرف یه قوقایی به پا میکنه. اگر ما به عنوان مولوی، به عنوان مبلغ، به عنوان فلان شیخ یا آخون یا مولوی اگر قراره به موسیقی نرم ما بخوایم فتوا بدیم، فردا دیگه پشت سر اینه کی میخواد جمع بکنه؟ کی میخواد جمع بکنه؟ چند روز پیش هم حالا من یک موضوع دیگه هم شنیدم، اینجا بیان میکنم. حرمت استمناء خود ارضایی در اسلام حرام است. چیزی که بر جسم انسان، بر روح انسان، بر فکر انسان، بر ایمان انسان ضرر بده، این 100% حرامه. شما برید کتاب جوانان چرا را بخونین، همون کتابی بود بسیار قدیمی، جوانان چرا، در اون به نسبت این مسائل خیلی وضاحت ها کردن که چه ضررهایی این استمناء و خود ارضایی بر انسان وارد میکنه. اشخاصی که من خودم با چشمان خودم، اون اشخاصی که نسبت به این موضوع عادت کردن و مبتلا شدن، من با چشمان خودم دیدم چشما کمسو، ضعف، اراده بسیار ضعیف، از هر نظر یعنی خودشون زدن زمین. لذا بله ما قبول داریم مبلغین ما بسیار مؤثر در مقابل کفار و دیگر مواضع اهل سنت و اسلام ما بسیار زحمت ها میکشن، اما همون حرفی که گفتم نسبت به فتوا، حلت و حرمت، جایز یا ناجایز، این مسائل را باید از دارالافتاها و از علمای محقق و خاص همون هیئت فتوایی که در مناطق مختلف اهل سنت علما دایر کردن، نسبت به این موضوعات باید حرف این عزیزان مد نظر ما قرار داده بشه، نه اینکه حرف هر کسی مثلا اینجا اگر قرار مورد قبول باشه دیگه متاسفانه اینجا ما ضررهای بسیاری را متحمل خواهیم شد. لذا گناه بودن خود ارضایی و استمناء در هیچ شکی وجود نداره و حرمت موسیقی، حرام بودن موسیقی در 4 مذهب اهل سنت و جماعت نسبت به مسئله اجماعی هیچ گونه شکی از آن وجود نداره. اینها را ترک بکنیم و به جای اون قرآن کریم را، سرودهای اسلامی را، همون مواردی که میتونه روح و روان و فکر ما را منور بکنه بچسبیم به اونا را کلا ترک بکنیم ان شاء الله. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.